8 ذکری که رسول الله علیه السلام ثواب و برکت زیادی رو دربارشون گفتن. 1. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. گفتن 100 بارش در روز ثواب آزاد کردن 10 برده، ثبت 100 حسنه، محو 100 گناه و محافظت از شیطان تا شب داره. 2. سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم. 2 کلمه ای که بر زبان سبکه اما در حساب روز قیامت سنگینه و نزد الله محبوب. 3. لا حول ولا قوة الا بالله، از گنجای بهشته. 4. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این کلمات از هر چی که خورشید بهش طلوع میکنه نزد رسول الله محبوب تر بود و با هر بار گفتنش درختی در بهشت براتون کاشته میشه. 5. استغفر الله و اتوب الیه، کسی که زیاد بگه گناهانش آمرزیده، غم و اندوهش برطرف، روزی و برکت زندگی زیاد و مشکلاتش حل میشه. 6. 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر سبب آمرزش گناهان میشه، هرچند مانند کف دریا باشه. 7. صلوات بر سرورمون، هر کس یه بار بر رسول الله علیه السلام درود بفرسته الله 10 رحمت بر اون نازل میکنه و اگه زیاد صلوات بفرسته در روز قیامت از نزدیکترین ها به رسول الله میشه. 8. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته. این ذکر از ساعتها ذکر گفتن برتر و سنگینتر در میزان اعمال انسانه. بفرستی برای همه و همه جا منتشر کنید که اگه کسی این اذکار رو بگه بدون اینکه از ثواب اونا چیزی کم بشه برابر اون ثواب به شما هم میرسه.